کابل 425 آلومینیوم رو آماده کردیم واسه پروژه باشگاه سورن، واسه استخرش. کابل پای کار آوردیم، مسیر کابل رو مشخص کردیم که بعد از کجا کاب کشی رو شروع کنیم. کابل رو توسط موکتبر آزادش کردیم به همین ترتیبی که میبینین. کاب خیلی سنگین بودش. اومدیم یه سر کاب رو شروع کردیم به کشیدن و اینجام که یه دونه چسب آکواریوم گذاشته بودم به عنوان عایق. خیلی جالب بود واقعا. نردمون اومدیم پایین و توسط نگهدارنده کابل بستیمش و نردمون رو گذاشتیم و کابل که سر 30 متر بود و آزادش کردیم پیش تابش از بین بره. تو این ارتفاع تقریبا 15 متری کابل رو کشیدیم بالا. دوستان این قسمت خیلی جالبه. 120 متر طول این مسیر هستش و زیرش کاملا خالیه. این هریبافی چالوسی که دوره رضاشاه ساخته شده. کابل رو توسط مینی فرز برش دادیم تا واسه وصل کردن به تابلو استخر آماده بشه. پوست کابل توسط موکتبر خیلی آروم و با کیفیت خیلی زیاد برش دادیم و به همین ترتیب که میبینی اندازه هاش رو زدیم زیر کلید تا واسه کاپشو زدن آماده بشه. کاپشو زدن ها خیلی راحته ولی دقت بالایی میخواد. کاپشوش رو زدیم 3 فاز و 1 نود. بعد رفتیم سراغ تابلو برق اصلی که اوضاعش خیلی به هم ریخته بود. این کابل بسیار نامرتب کنار هم قرار گرفته شده بودن. کابل خودمون وصل کردیم به بقیه کابل مثل کار نداشتیم.